به کسی گفته که تو صبح شب سهم خورشید من از تو بیشتره. من تموم کردم کلام درد تو، بعد از این نوبت تو با روی من. این صدا و این ترانه مال تو، میگذشت از نسبت من حرف زن. زخمی بام عدد جز من نیمه من، مثل پرسکون تو با درون فریاد بزن. زخمی بام عدد جز من نیمه من، مثل پرسکون تو با درون فریاد در این قسمت از برنامه از شما عزیزان که بیننده برنامه ما هستین میتونید در برنامه ما شرکت کنید به عنوان مجری، به عنوان بازیگر، به عنوان گزارشگر و در زمینه‌های مختلف. اگه دوست دارین که در واقع صدای خوبی دارین، خوب میرقصین، به کار مدلینگ علاقه‌مندین، به هر حال یک رسانه تصویری بخش‌های مختلفی داره که میتونه با علاقه‌منداش که البته زمینه استعداد هم داشته باشن برنامه بهتری تولید کنه. هر کدوم از شما که فکر می‌کنید در این زمینه‌هایی که من اعلام کردم مانند بازیگری، گویندگی، مجریگری، تهیه گزارش، رقص، خوانندگی و مدلینگ با تلفن و آدرس‌های ما تماس بگیرید تا زمینه‌های همکاری به وجود بیاد. در این بخش برنامه شاید لازم باشه اشاره داشته باشم به بخش تبلیغات و آگهی‌های مجله تصویر رنگارنگ. همینطوری که در این برنامه دیدین بیش از 3 آگهی در طول برنامه نبود. بخشی اختصاص داشت به آقای شهرام ایرانبومی، وکیل بسیار خوب که در آلمان هستن ولی دفاتری دارن در دبی، کشورهای مختلف اروپایی و ایران. و بخشی اختصاص داره به آقای مظفریان و بخشی هم به آژانس هوایی خطیبی، آقای کامران خطیبی در کل. به این دلیل اینو میگم که با توجه به هزینه سنگینی که این کار داره ما سعی کردیم برای انتخاب تبلیغات و آگهی‌ها به هر حال از اسامی استفاده کنیم که برای جامعه ایرانی مورد احترام، اعتبار و مورد قبوله. به همین دلیل از کسانی که به هر حال صاحب کسب و کاری هستن که این پشتوانه اجتماعی هم در شهر خودشون که کشور خودشون دارن، خوشحال میشیم که آگهی‌هاشون رو در برنامه خودمون داشته باشیم. آنچه که مسلمه در جامعه در واقع آینه‌وار که هر چیز رو زود کپی میکنه، زود تقلید میکنه بدون که به کیفیت و ارزش کار واقف بشه، مسلماً این کار ما مورد تقلید بسیاری تقلیدکاران در واقع نابلد قرار میگیره. ولی آنچه که مسلماً مهم نیست، مهم که آدم یک حرکتی رو در جامعه شروع میکنه و تأثیراتی میذاره، هرچند دیگران هم تحت تأثیر قرار بگیرن و بخوان اون کار رو ادامه بدن. ولی آنچه که مسلمه، کاری که ما میکنیم یک کار تلویزیونی کامله، یعنی برنامه‌ای است که در تلویزیون رنگارنگ تولید میشه، به قولی گفتنی پروداکشن داره و کلی وقت و هزینه میبره و خوشحالیم که به منازل شما بیاد. به خصوص من این نکته رو اشاره کنم، شاید یکی از دلایلی که ما این کارو کردیم بعد از سابقه حداقل 16 ساله در کار تلویزیون همه تجربیات رو داشتیم. تلویزیون در کشور انگلستان داشتیم، از طریق ستلایت در سر جهان پخش شدیم، ولی امروز به این نتیجه رسیدیم که بینندگان تلویزیون به خصوص برنامه‌های تلویزیون از ستلایت که پخش میشه در واقع مسافران لحظه‌ای ان، یعنی هر کی تو خونه نشسته این رود کنترل گرفته از این کانال به اون کانال، این کانال به اون کانال و روی هیچ برنامه‌ای هم نمیسه. اگر تصادفاً در یک این برنامه تلویزیونی برنامه خوبی هم پخشه، متاسفانه ممکنه خیلی از
بینندگان از دست بدن. ولی چون برنامه این مجله تصویری در واقع تاریخ مصرف نداره و همگاه در دسترس شماست، هر زمانی که بخواید میتونید بذارین و ببینید. به خصوص برنامه‌ای که در این مجله جمع‌آوری شده، هر کدوم خاطر انگیز، هر کدوم بار در واقع خودش رو نسبت به اون برنامه داره، هنری، فرهنگی، ورزشی و غیره و ذالک. به همین دلیل من فکر می‌کنم کاری متفاوتی است که هر ایرانی چندین بار اینها رو خواهد دید و ما هم خوشحال خواهیم بود که با این تلاش و کوشش هر شماره مجله تصویری رنگارنگ رو با برنامه بهتری و متنوع‌تری خدمت شما عرضه کنیم. همینطور که در آغاز برنامه گفتم، گفتگویی داریم با اسطوره آواز کشورمون اکبر گلپایگانی. مصاحبه اکبر گلپایگانی به دلیل اینکه یه مقدار طولانیه متاسفانه در یک بخش برنامه جا نمیگیره. مصاحبه آقای گلپایگانی رو ما در 3 بخش، یعنی در 3 شماره ویدیو تصویری رنگارنگ تقدیم حضورتون می‌کنیم، به دلیل اینکه در حداقل 100 سال اخیر موسیقی ما اکبر گلپایگانی یکی از چهره‌های ماندگار و طلایی کشور ماست و همینقدر که ایشون رو داشتیم که در مصاحبه ما شرکت کنه افتخار بزرگی است برای همه ما و به هر حال دیداری است از شما با چهره دوست داشتنی، محبوب و بزرگ دنیای موسیقی. تا زیر لب شکوه رو کردم
در میونی کنه تا آدم احساس جوونی کنه تا آدم احساس جوونی کنه تا آدم احساس جوونی کنه. خانم آقایون، همونجوری که اول برنامه گفتم گفتگویی اختصاصی و خاص داریم. شاید لازم باشه اشاره کوتاه بکنم به اینکه تاریخ ملت‌ها در هر برهه‌ای آدم‌هایی هستن که تاثیرگذارن، یعنی تاریخ اون مسیر رو با نام خودشون، با پرونده خودشون و با کارنامه خودشون می‌سازن. شاید کسانی که به هر حال تو مقاطع سنی 40-50 سالگی باشن با نام این هنرمند بزرگ آشنا هستن، ولی همون تاثیر گذر زمانه که می‌بینیم جوان‌هایی که سنشون حتی 20-25 سال کم و بیش است با چهره، نام و کارنامه این هنرمندان بزرگ آشنان. امروز با کمال افتخار باید اعلام کنم که در کنار هنرمندی هستم که بر تارک موسیقی ایران نامش می‌درخشه، آقای اکبر گلپایگانی. آقای گلپایگانی، خیلی خوشحال در خدمتتون هستیم. منم خیلی متشکرم که امروز تونستیم شما رو ببینیم و مصادف با نوروز باستانی ماست. امیدوارم که همه سالم باشن. من عید سعید رو به تمام ایرانیای عزیز چه در داخل و چه در خارج تبریک عرض می‌کنم. متشکرم، خیلی ممنون. با تشکر از شما. به هر حال پرونده زندگی شما رو از نظر هنری همه میدونن. برنامه ما تمش اصلا بر اساس ورزش و هنره و بسیاری از مردم بیشتر میخوام بدونن اون سوی کارنامه هنری آقای گلپایگانی چگونه طی شده، چگونه گذشته. اون چیزی که من خودم میدونم ورزش با زندگی شما عجین بوده و طی سالیان مختلف در رده‌های مختلف کار ورزش کردین، به خصوص فوتبال. حالا شیرینیش اینه که اینا رو از زبان خود شما بشنویم. ببینید اصلا ورزش اگر من نکنم اصلا نشاط نداره. من همین الان که دارم با شما صحبت میکنم شاید نزدیک 2-3 ساعت پیاده روی کردم تو پاریس. اینجا تو پارک های قشنگ و جنگل های زیبایی داره که واقعا آدم وقتی میره اونجا هوای بسیار بسیار لطیف و قشنگ. با ورزش اصلا اومدم دارم صحبت میکنم. یعنی الان که ما رسیدیم واقعا شاید خستگی راه تو بدنمون هست، ولی چون من همیشه این دوست داشتم از اول ورزشو، هیچ وقت از این مثل اعتیاد دارم اصلا به ورزش این حالت. اما چون میدونی یه رابطه بین هنر و ورزش هست. یکی از اون رابطه ها اینه که وقتی که من یه تحریرها یا به قولی قدیمی ها چه چه یا غلط صدا یا هر چی که شما اسمشو بخوایم بذارین من اینا رو انجام میدادم، اینا مربوط به اون ورزش ها بود که ما میکردیم. اون دعای سریع، اون فوتبال های قشنگ و حالا همون راهپیمایی، وگرنه اصلا ما نمیتونستیم اصلا این صدا رو اینجوری نگه داریم. حتی برای همین الان خب من این صدا رو تقریبا نمیخوام بگم که حالا هر سنی بالاخره یه مقدار افت میکنه، ولی میشم نگرش داشت با ورزش. نرفتن یعنی آدم نره دنبال این دود و مواد مخدر و این نوع چیزا، اینا به جاش بیاد راه بره. همه ساده ترینش که راه بره. حالا دیگه کم خشتری میشم یه جو کفش میخواد یه چند دقیقه یه گرمکو. به هر صورت من از زمانی که یادم میاد تو این کوچه ها میدونی که ما بچه های خیابون شهباز بودیم و اکثر حتی هنرمندا، ورزشکارا، فوتبالیستا، همه خود شما همه اینا دنبال ورزش بودن. یعنی اینا تفریحشون اصلا ورزش بود، چیز دیگری نبود. یک ورزش بدون کم خرج، بدون اینکه ارزم بزرگ امکانات خاصی باشه اصلا نبود. همون ورزش تو اصلا تو دنبال یه توپ همه بودن. به هر صورت این ورزش ما از اونجا از دوره دبستان که مدرسه اقبال بود تو همون خیابان شهباز انتهای کوچه آبشار ما اونجا شروع کرده بودیم. بعد یواش یواش این کشیده شد دبیرستان بدر، باز در همون اول خیابان کوچه آبشار. بعد در اونجا دبیر بسیار بسیار زحمتکش دیدیم به نام آقای اکبر اولنگ
که این یکی از خودش یه ورزشکار خوبی بود، برادرش هم یه کشتیگیر خیلی خوب بود. ما از همونجا اینا الگو بودن برای ما کشیده شدیم به تیم تهران جوان. خدا بیامرزه آقا فکری رو، کریم شهسوار رو، اینا یه تیم خیلی خوبی یه دستی درست کردن که این تیم حتی عده‌ای از اونا که من حالا بعد توضیح خواهم داد به تیم ملی راه پیدا کردن. عرضم بزرگتون که در ورزشگاه نمره 3 شماره 3 ما این تیم تهران جوان شکل گرفت، شروع کرد به فعالیت. همون یک دو سال بعد در تیم کودک اون تیم به مقام قهرمانی رسید، در تیم نوجوانان به مقام قهرمانی رسید و بعد همین بچه‌ها دست جمع هم با هم دوست بودن و همه بچه محل بودن، دست جمعی یواش یواش رفتن به تیم که آقا فکری نمیدونم به چه مناسبتی اون باشگاه تعطیل شد، این تیم کلاً رفت به تیم دارایی. تیم دارایی هم محلش خیابان نزدیک مجلس بود. بله. نزدیک مجلس تلویزیون موزیشی نداره. و اونجا بود. این تیم کمپلت رفت تبدیل شد به تیم دارایی. تیم دارایی موقعیت خیلی عجیبی داشت. حالا خود متاسفانه همه رو باید بگیم مرحوم، ولی به نظر من هیچ کدوم ایران نمردن. همشون وقتی من یادم میاد این عکس‌ها رو ببینم واقعا لذت میبرم. گلر تیم بود آقای ناصر سلطانی که به تیم ملی هم رسید. بکش بود محسن حاجی نصرالله، آقای نوریان، آقای مهدی اخوی که الان هم فکر می‌کنم ایشون در پاریس تشریف دارن و عده از دوستان که حالا بخوام آقای داوود حیدری که یکی از بهترین فوتبالیستا بود، آقای جوادی و عرضم به حضورتون که نشستم منو شکسته های دل شکسته براز با غریبم و تنها خدا دلم گرفته دلم گرفته جهان پر از غمه یه دشت ماتمه برای زندونه شراره های غم درون سینم یار مهمونه جهان پر از غمه یه دشت ماتمه برای زندونه شراره های غم درون سینم یار مهمونه ای خدا ببین زبین آبرو دغم شکست در گلو دلی که بشکستی شکست دل صدا نداره صدا نداره دلی که
که دگر ز جان دلم گرفته دلم گرفته رها کند هستی دلی که بشکستی شکن ز دل صدا نداره صدا نداره. خانم و آقایون، به پایان اولین مجله تصویری رنگارنگ رسیدیم. با اینکه ممکنه نواقص بسیار این کار داشت، ولی به هر حال کاری بود که باید شما دربارش قضاوت کنید و نظرتون بگین. و فراموش نکنیم که به هر حال تهیه برنامه‌هایی که خارج از استودیو انجام میشه و تعدادی افراد درش فعال و تلاش میکنن کار بسیار سختیه و قضاوت کردن با توجه به کلیه جهات باید بشه. آنچه که بود به هر حال اولیش تقدیم شما شد. تا دومی مجله تصویر رنگارنگ شما رو به خدای بزرگ میسپارم و امیدوارم هر کجا که هستین عشق به کشورمون، آرزوهای فردای بهتر همراه یکی که شما باشید.